با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز، اینم بازم یک چیز دیگه برای تجارت در تاجیکستان عزیز. این هم هست اتومات پیتزا. در دوام 3 دقیقه 24 ساعت 7 روز کار میکنه. 3 دقیقه در چیز تیار میشه. هم میتونیم با کارت بخری، هم پلی نقدی. را ببینید دوستان، میتونید در تاجیکستان عزیز تشکیلش کنین. این کسانی که یا ببینید دقیقه یک کوچه در پارکینگ پیش مغازینا دای. این ببینید سری راه دای. شب روزای ابیتای کای گشنه شدی میوی گفتی گپا زکاس میکنی. 3 دقیقه بعد تیار میشه. و در داخلش چند نمود پیتزا های و میتونید پیتزا رو هم حلال در تاجیکستان تشکیل کنین. اینجا هم 2 نمود، هم حلال هم غیر حلال. ببینید انسان خیلی چیزی جالب هم است و برای کسانی که میخوان تجارت کنن، یک تجارت دیگه برای تاجیکستانی عزیز. موفق باشید.